تصور کن مه همه جا رو بلعیده، وسط اقیانوس آرامی، اما هیچ آرامشی نداری. یک کشتی کوچیک میبینی که نیمه غرق و داره توی تاریکی شناور میشه. داخلش یه سکوت مرگبار پابرجاست. غذا روی میز یخ کرده، انگار همه وسط غذا بلند شدن و با هم محو شدن. رادیو فریاد کمک میزنه اما کسی نمیشنوه. خون روی عرشه پاشیده و کیف پزشکی باز مونده، اما هیچ جسدی نیست. 25 نفر مردای خسته از دریا، زنای نگران و 2 بچه کوچیک و بیگناه، همه با هم غیبشون زده. سلام بیسپر گنگ، اومدم با یه پرونده‌ای که همچنان بازه و یه کوچولو هم ترسناکه. پس اگر قلب ضعیفی داری همین الان برو، چون این داستان بر اساس واقعیته و راجع به کشتی MV جویتا هست. خب برگردیم به روزی که این کشتی سفرش رو شروع کرد. سال 1955 توی جزایر ساموا یک کشتی 25 متری که از چوب کرک ساخته شده بود، چوبی که حتی اگه آب پرش کنه بازم غرق نمیشه. بهش میگفتن کشتی نامیرا. اسم اصلیش MV جویتا بود. کاپیتان این کشتی داستی میلر بود، یه مرد خسته از جنگ جهانی دوم که سکان کشتی دستش بود. روی کشتی کلاً 25 نفر بودن که 16 نفرشون هم خدمه بودن، دریانوردایی که دریا رو درست مثل کف دستشون میشناختن. 9 نفرشون هم که مسافر بودن، شامل 2 بچه، یکی 6 ساله و یکی 11 ساله با مادر و پدرشون. یه دکتر معروف که دارو میبرد و یه مقام دولتی هم توی کشتی بود و بقیه اعضای کشتی هم زن و مردای محلی بودن که میخواستن به خونشون برسن. بار کشتی هم دارو و تجهیزات پزشکی بود. کشتی جویتا 3 اکتبر حرکت کرد به سمت تاکلا. فقط 430 کیلومتر، سفری که باید بیشتر از 2 روز طول نمیکشید. آخرین باری که کشتی رو دیده بودن گفته بودن همه چیز نرمال بود. 5 هفته گذشت و خانواده ها منتظر بودن. اکثریت فکر میکردن جویتا غرق شده و به ته اقیانوس رفته. اما توی 10 نوامبر 1955 یک کشتی تجاری توی مه غلیظ یک کشتی دیگر رو دید که نیمه غرق به پهلو افتاده. کشتی تجاری رفت نزدیک جویتا و خدمه‌اش سوار کشتی جویتا شدن و با کابوسی روبرو شدن که هنوزم خوابشون رو میگیره. هیچ کس توی کشتی نبود. حالا این موضوع چیش ترسناکه. وقتی که خدمه کشتی تجاری وارد جویتا شدن، بلافاصله متوجه وایب و انرژی توی فضا شدن که اونقدر سنگین و ترسناک بود که همون لحظه اول فهمیدن اتفاقای بدی اینجا افتاده. هر چقدر گشتن هیچ کس رو توی کشتی پیدا نکردن. 25 نفر همه با هم ناپدید شدن. غذاشون روی میز بود، دست نخورده. انگار وسط شام یه چیزی همه رو با هم محو کرده بود و کشیده بود بیرون. رادیوشون روی فرکانس اضطراری قفل شده بود و فریاد بی صدا برای کمک. اما سیمهاش پاره شده بود و هیچ سیگنالی ارسال نشده بود. کیف پزشکی باز شده بود و بانداژهای خونی پخش زمین بودن. خون تازه روی عرشه بود، اما کی زخمی شده بود و چرا جسدش اینجا نبود؟ و لوله های کشتی شکسته داخل آب افتاده بودن، اما کشتی غرق نشده بود. و چیزی که جالبه حتی قایق‌های نجات کشتی هم گم شده بودن. اسلحه ها گم شده بودن. هیچ اثری از مبارزه یا هیچ یادداشت و ردی وجود نداره. فقط سکوت و فقط مه. اوکی بیسپر گنگ، حالا وقتشه بریم سراغ تئوریای مطرح شده. تاریک ترین بخش ماجرا اینه که کجا رفتن یا چی بردشون، چرا همشون با هم غیب شدن. یا تئوری رسمی میگه نشت آب باعث وحشت شده و همه با قایق‌های نجات پریدن توی دریا، که البته کسی زیاد این تئوری رو باور نکرد. چرا؟ چون که تقریبا همه میتونستن که این کشتی غیر قابل غرق شدنه، پس دلیلی نداشته که فرار کنن.
یه تئوری دیگه هم هست که میگه خون روی عرشه نشون میده که یه دعوا شده، یا شاید هم یه شورش بین خدمه، شاید هم دزدای دریایی، چون شایعه شده بود که کاپیتان کشتی توی قاچاق اسلحه دست داشته و میگن شاید دزدای دریایی حمله کردن و همه رو کشتن و جسدها رو انداختن توی دریا. ولی خب اگر ما این تئوری هم باور کنیم، بازم باید اجساد یه نفر بالای آب می اومد یا وقتی غواصا شروع کردن بگشتن جسد یک نفر رو حداقل پیدا کنن. یه تئوری دیگه هم هست که میگه گاز سمی باعث شده همشون همزمان دیوونه بشن، بزنه به سرشون و حالا خودکشی کنن. ولی خب من خودم زیاد این تئوری رو باور ندارم. از سال 1995 تا الان که سال 2025 هیچ جسدی پیدا نشده و حتی هیچ قایق نجاتی مربوط به کشتی MV جویتا. خانواده ها هنوز توی کابوس زندگی میکنن و دریا رازشو نگه داشته. بیسبرگنگ، تو چی فکر میکنی؟ اون بچه ها الان کجان؟ توی کامنت بنویس و تاریک ترین تئوری تو بگو، بهترینا رو پین میکنم. اگه این نجواهای مرگ مو به تنت سیخ کرد، لایکو بزن و سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن چون تاریکیای بدتر دارن میان. تا ویدیوی بعدی مراقب مه باش.